سلام، اینجا ماجراست و امروز میخوایم ببینیم ماجرای نوشیدنی محبوب ما ایرانی‌ها یعنی چای چیه. شاید براتون جالب باشه همین چایی که صبح به صبح با نون و پنیر نوش جان میکنید مردمانی رو ثروتمند، بیچاره و حتی به کام مرگ کشونده. پس شاید جالب و حتی واجب باشه که در مورد تاریخچه اون بدونید. ما برای شروع داستانمون باید بریم به حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح، زمانی که امپراتور چین یعنی شنونگ شروع میکنه گشت و گذار توی کوه و جنگل. شنونگ بعد از یه مدت قدم زدن تصمیم میگیره یه جا بشینه و یه مقداری آب بخوره، اما از اونجایی که عادت داشت آب رو جوشونده بخوره میشینه آبو میذاره رو آتیش تا جوش بیاد. تو همین حین که آب داشت جوش میومد برگای یه گیاهی همراه با باد میاد و صاف میره توی آب جوش امپراتور. بعد اینکه آب به جوش میاد شنونگ آبو میریزه تو ظرف و شروع میکنه به نوشیدن و همین که جرعه از آب رو میخوره اصلا دنیا براش دگرگون میشه. به خودش میگه این عجب چیزیه، چقدر جهان خوبه، چقدر انرژی گرفتم. خلاصه امپراتور که با این گیاه حال کرده بود میره پیداش میکنه و برگاشو میکنه و با خودش میبره و این میشه سرآغاز چای به عنوان یک نوشیدنی. اما این داستان یه نکته داره، اونم اینه که کلش یک افسانه محبوب بین چینیاست. خب این که افسانه بود، اما چای واقعا اولین بار کجا بوده؟ برگ چای از قرنها پیش توی چین و هند و کلا مناطقی که چای بومی اونجا بود به صورت جویدنی مصرف میشده. اما چای دقیقاً معلوم نیست کی و توسط چه کسی دم شده و به صورت نوشیدنی در اومده. حالا با اینکه معلوم نیست توسط چه کسی دم شده، در عوضش معلومه توسط چه کسانی دم شده و کجا دم شده. چای اولین بار توسط راهبا توی منطقه‌ای به نام سیچوان توی چین دم میشه. حالا چرا راهبا چای می‌خوردن؟ به همون علت که توی ویدیوی پیدایش قهوه بزرگان صومعه قهوه می‌خوردن. چای که تجربهشو داشته باشین به آدم یه انرژی خوبی میده. راهبا هم می‌خوردن تا انرژی بگیرن و بتونن به صورت طولانی مدت عبادت کنن. حالا اگه فکر کردین راهبا با خوردن چای لذت می‌بردن، سخت در اشتباهین. چای دم کرده امروزی تفاوت زیادی با چای دم کرده توی چین باستان داشت. چای امروز یه نوشیدنی خوش رنگ و خوش طعمه، اما اون موقع اینطوری نبود. اصلا چای خشک که امروز توی خونه اکثرمون پیدا میشه توی اون زمانا کلا وجود خارجی نداشت. چینیای باستان برگای چای رو له می‌کردن، فشردهشون می‌کردن تا در نهایت به صورت یک مکعب در بیاد. حالا چینی‌ها هر وقت می‌خواستن چای دم کنن، یه تیکه از این مکعب رو جدا می‌کردن، توی آبجوش مینداختن، همراه با نمک، فلفل، زنجبیل و ادویه‌های دیگه دم می‌کردن و می‌خوردن. البته اونا این نوشیدنی مزخرفی که درست می‌کردن و به قصد لذت بردن نمی‌خوردن. اون موقع چای بیشتر کاربرد دارویی داشت. قبل از اینکه ادامه بدیم تا یادم نرفته یه چیزی رو باید بهتون بگم. ما صحبتمون فعلا در مورد چای سبزه و تا ظهور چای سیاه حالا راه مونده. بریم سراغ ادامه داستان. این داستان ادامه داشت تا قرن هفتم. از اولین روش دم کردن چای تا این زمان چینی‌ها کلی روش رو امتحان میکنن تا در نهایت چای رو از اون زهرماری که بود تبدیل کنن به یک نوشیدنی خوش‌طعم. این میشه سرآغاز تغییر جایگاه چای از یک نوشیدنی دارویی به یک نوشیدنی که برای لذت و تفریح مصرف میشه. اینجا کم کم دیگه چایخونه‌ها متولد میشن و فرهنگ چای خوردن کم کم جا میفته. چای توی چین خیلی مهم میشه، یه جوری که فرهنگ چای خوردن یه چیز خیلی آزاردهنده‌ای بود. با چه دستی چای بخوری، تو چه ظرفی، کی، کجا و چطور چای خوردن همه قانون داشت. اما این همه داستان نیست. چای انقدر مهم و قیمتی میشه که امپراتور اعلام میکنه مردم مالیاتشون رو باید با چای پرداخت کنن. به سبب همین اهمیت چای تقریبا تمام کشاورزا شروع میکنن به کشت چای و کلا کشت برنج که محصول اصلیشون بود رو کنار میذارن. اینجاست که فاجعه اتفاق میفته. برنجی که جزء اصلی سبد غذایی مردم بود کمیاب و اصلا میشه گفت نایاب میشه و همین میشه که یک قحطی بزرگ سراسر چین رو فرا میگیره و باعث مرگ میلیون ها چینی میشه. اما این وسط امپراتور چین خیلی این اوضاع براش بد نشد. اون که از درآمد چای توی داخل کشور کلی ثروت به دست آورده بود، کم کم به این فکر میکنه که ما باید با چای تجارت جهانی هم راه بندازیم. برای همین شروع میکنه به صادرات چای. اونم کجا؟ تبت. حالا چرا تبت؟ چون تبت بهترین گزینه بود. اولا همسایه بود و خب مسیرش کوتاه و دوما به خاطر هوای سرد و کوهستانی قابلیت کشت چای رو نداشت. تبتی خیلی با چای حال کردن و خروار چای وارد میکردن و جاش بهشون اسب جنگی میدادن. امپراتور که میبینه بازار چای خارج چین جواب میده، خیلی جدی به فکر صادرات گسترده چای افتاد. اولین مسیری هم که به ذهن امپراتور میرسه احتمالاً حد زدی، جاده ابریشم. بالاخره چین توی قرن هشتم چای رو به آسیای مرکزی میرسونه. البته اینجا چای هنوز پاش به ایران باز نشده. تا قرن 13 چای پاش به ژاپن، کره، مغولستان و حتی عثمانی باز میشه. حالا بین همه این کشورها ژاپنیا و به خصوص سامورایی‌ها استقبال ویژه‌ای از این نوشیدنی میکنن. اصلا چای میشه مهمترین نوشیدنی کل کشور. حتی یک سری راهب بودایی توی ژاپن مراسم مذهبی ویژه‌ای برای خوردن چای ابداع میکنن. میرسیم به قرن 14
14 و حکمرانی سلسله مینگ به چین. تو اواسط حکمرانی این سلسله بود که چینی‌ها میان روش دم کردن چای رو عوض میکنن. یادتون هست گفتم چای رو له میکردن، فشرده میکردن تا به شکل مکعب در بیاد، بعد هر وقت میخواستن از اون مکعب جدا میکردن و توی آب جوش مینداختن. چینی‌ها دیگه این کارو نمیکردن. به جاش اومدن برگای تازه و نیمه خشک چای رو انداختن توی آب جوش تا دم بکشه. این اولین قدم بود به سمت چای سبز امروزی. این روش ادامه داشت تا قرن 17. توی این زمان چینی‌ها اومدن یه خلاقیت و نوآوری توی تولید چای انجام دادن. اونا اومدن برگای سبز چای رو تخمیر کردن و بعد از اون خشکش کردن. حاصل این دو فرآیند شد یه محصول جدید. اونم چی بود؟ درست حدس زدی، چای سیاه. این چای که طعمش و رنگش زمین تا آسمون با چای سبز فرق داشت، در آینده شد عزیز دل همه ما ایرانی‌ها. اصلا یه جوری که زندگیمون بهش وابسته است. بگذریم. همزمان با ساخت چای سیاه، چینی‌ها کم کم به فکر گسترش تجارت چای میافتن. در واقع به فکر این میافتن که چای رو صادر کنیم اروپا. برای همین تو سال 1610 هلندی‌ها برای اولین بار چای رو میبرن اروپا. اروپایی‌ها اما اصلاً با چای حال نکردن. حتی انگلیسی‌ها که توی اروپا به چای خور بودن معروفن همچین روی خوشی به چای نشون ندادن. این قضیه ادامه داشت تا سال 1662، سالی که پادشاه انگلستان یعنی چارلز دوم با یه اشرافزاده پرتغالی به نام کاترین ازدواج میکنه. حالا چرا این موضوع توی داستان چای مهمه؟ چون کاترین عاشق و دیوونه چای بوده و مردم از وقتی فهمیدن چای خوردن جزء عادات روزانه ملکه است، بین مردم چای خوردن میشه نماد اشرافی بودن. این میشه که تمام متمولین شروع میکنن خروار چای خریدن تا اونا هم با چای خوردن با کلاس به نظر بیان. چای توی انگلیس خیلی محبوب میشه و روز به روز مصرف چای بیشتر میشه. حالا این وسط که همه به خصوص ثروتمندان انگلیس دنبال چای هستن، کی چای رو وارد میکنه؟ کمپانی هند شرقی، یا بهتره بگم امپراتوری هند شرقی، چون انقدر ثروتمند بودن که ارتش بزرگ تقریبا 2 برابر ارتش خود بریتانیا داشتن و کلا میتونستن جنگ را بندازن، باعث صلح بشن، مالیات بگیرن، کشورها رو تصاحب کنن یا آزاد کنن و کلا کاری نبود که این کمپانی توانایی انجام دادنش رو نداشته باشه. اما همه این عظمت و قدرتی که ازش حرف زدم همه بعد از تصرف بازار چای بود. تو قرن 17 که این کمپانی شروع میکنه به واردات چای از چین، روز به روز به قدرت و ثروتشون هم اضافه میشد. اما با همه اینا بازار انگلستان راضیشون نمیکرد و دنبال تصاحب بازار جهانی چای بودن، بازاری که اون زمان دست چین بود. توی اون زمان چینی‌ها در مقابل چای از انگلیسی‌ها هیچ چیز نمیخواستن جز نقره. اما خب انگلیسی‌ها اونقدری که باید نقره نداشتن و همین باعث میشه که رؤسای کمپانی هند شرقی یه فکر جدید راجع به این موضوع بکنن. اون فکر چی بود؟ مبادله چای با مواد مخدر. سالهای زیادی بود که توی کشورهای آسیایی به خصوص چین مصرف تریاک خیلی رایج بود، اما توی قرن 18 مصرف و اصلا کشت خشخاش توی چین ممنوع بود و همین باعث شده بود که تعداد معتادین به تریاک به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کنه. اما از اون طرف که کمپانی هند شرقی توی تجارت چای خورده بود به بنبست، شروع میکنه به کشت تریاک و قاچاق اون به چین و معتاد کردن دوباره مردم به مواد مخدر تا بتونه حالا در مقابل چای تریاک مبادله کنه. این نقشه خیلی خوبی بود، اما 2 تا مشکل وجود داشت. یکی اینکه توی بریتانیا نمیشد خشخاش کش کرد و دومی این بود که اگرم میشد کش کرد، نیروی انسانی کافی وجود نداشت. برای همین کمپانی هند شرقی به هند حمله میکنه و اون رو تصرف میکنه. کمپانی هند شرقی وقتی به هند حمله میکنه، صاف دست میذاره روی بنگالی که توی قرن 18 پایتخت کشتیسازی جهان بود و صنعت خیلی توی این منطقه رو به رشد بود. اما بعد اینکه کمپانی بنگال رو تصرف کرد، کل این صنعت رو تعطیل میکنه و کل منطقه رو تبدیل میکنه به مزارع کشت خشخاش و همه مردم هم میشن برده بی‌مزد و مواجه به این مزارع. بعد از تصرف بنگال در عرض 10-15 سال بیش از 10 میلیون نفر توی این منطقه از گرسنگی جون خودشون رو از دست میدن. خلاصه بعد اینکه بریتانیایی‌ها به میزان مورد نظر تریاکشون دست پیدا کردن، چین رو پر از این ماده مخدر میکنن، جوری که توی اواسط قرن 19 از هر 3 چینی 1 نفر شدیداً معتاد تریاک بود. حواستون باشه 1 نفر شدیداً معتاد تریاک بود، این یعنی 2 نفر دیگه هم تریاک رو مصرف میکردن ولی شدید معتادش نبودن. مردم چین رسما رو به نابودی بودن، اما از اون طرف کمپانی هند شرقی به آرزوش رسیده بود و توی دریای پول غرق شده بود. اونم به چه قیمتی؟ به قیمت نابودی کامل 2 کشور. این داستان ادامه داشت تا سال 1839. امپراتور چین که حالا نزدیک به کل جمعیت کشورش از اعتیاد رنج می‌بردن، طاقتش تموم میشه و 1 نفر رو مأمور میکنه که به قضیه این تریاکا رسیدگی کنه. اون مأمور میره بندری که ازش تریاک وارد میشد و نزدیک 1.5 میلیون کیلوگرم بار تریاک رو میریزه تو دریا. انگلیسی‌ها خیلی از این کار عصبانی میشن و تو جبران این کار با نیروی دریایی که از پول همین تجارت چای تجهیز و قدرتمند شده بود به چین حمله میکنن و اولین جنگ چین و انگلیس یعنی جنگ تریاک اول رو شکل میدن و طی اون ارتش انگلیس تمام ارتش معتاد
چین رو با خاک یکسان میکنه. چینی‌ها خیلی از این جنگ ضرر می‌بینن. اونا علاوه بر این که مجبور میشن هزینه جنگ رو به انگلیس پرداخت کنن، هنگ کنگ رو هم به اجبار میدن میره. برای همینه که هنگ کنگ از اون موقع تا به الان یک منطقه خودمختاره. بعد از جنگ مردم که خیلی ناراضی بودن از اوضاع بد اقتصادی و اعتیاد، شروع میکنن شورش کردن علیه امپراتور چین. جنگ داخلی توی چین شروع میشه و نزدیک به 30 میلیون نفر طی این جنگ کشته میشن. از اون طرف بریتانیا فرصت و غنیمت میشمره و دوباره به چین حمله میکنه که معروف به جنگ تریاک دوم. بعد از این جنگ امپراتور که دیگه به ته خط رسیده بود، حق تجارت چای توی بنادر مهم چین رو واگذار میکنه و علاوه بر این مجبور میشه تریاک رو هم قانونی اعلام کنه. این میشه که انگلیس دیگه کامل تجارت جهانی چای و تمام ثروت حاصل از اون رو صاحب میشه. البته چین هنوز اینجا یه مقداری توی این تجارت سهیمه. انگلیسی‌ها که طمعشون تمومی نداره، دنبال این بودن که چین رو کلا از بازار حذف کنن. میاد چیکار میکنن؟ اینا توی مناطقی که از هند تصرف کرده بودن، دیده بودن که چای به صورت خودرو در میاد. میگن ایول، تموم شد، کار چین تمومه. اما به یه مشکلی برمیخورن. چای هندی به شدت بدمزه بود و کیفیت چای چینی رو نداشت. برای همین تنها راهی که به ذهنشون رسید این بود که گیاه چای چینی رو اونجا پرورش بدن. این توی شرایطی بود که چینی‌ها حتی اجازه نمیدادن اطلاعات مربوط به کشت چای از این کشور بیرون بره، چه برسه خود گیاه. برای همین انگلیسی‌ها مجبور میشن این گیاه رو بدزدن. انگلیسی‌ها یه آقای به نام رابرت فورچون رو مأمور میکنن تا خودش رو شبیه به چینی‌ها بکنه و بره گیاه چای چینی رو بدزده و بیاره هند. فورچون میره چین و بعد چند سال با 1000 مکافات بدون اینکه کسی بهش شک کنه، گیاه چای و روش تولید چای سیاه و از همه جالبتر 6 استاد کشت و تولید چای رو از چین با خودش به هند میبره. جالبه که تا قبل این اتفاق انگلیسی‌ها فکر میکردن گیاه چای سبز و گیاه چای سیاه با هم متفاوته. بگذریم. بعد اینکه چای چینی وارد هند میشه، در عرض چند سال کل زمینه کشاورزی هند میشه چای. نه تنها هند، بریتانیا چای رو تقریبا تو تمام مستعمره‌هاش مثل آفریقای جنوبی کش میده و دیگه بازار چای کامل میاد تو مشتش. از قرن 18 19 به بعد چای بیش از حد نیاز تولید میشه و عرضه اون از تقاضاش توی اروپا بیشتر میشه و به خاطر همین قیمتش به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه و این میشه که چای به دست عوام هم میرسه و از اون مقام اشرافی بودن خارج میشه. این بود تاریخچه محبوب ترین نوشیدنی برای ما ایرانی‌ها. اگه دوست دارید داستان وارد شدن چای به ایران رو هم بدونید، برام توی کامنت ها بنویسید تا ماجرای اون رو هم براتون تعریف کنم. در آخر ازتون میخوام نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد، با لایک و سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید. همیشه ماجراجو بمونید. تا این ماجراجویی دیگه، خدا نگهدارتون.